ایران بیدار شید. نونمون رو بردن، ناموسمون رو بردن، وطنمون رو بردن، اعتبارمون رو بردن، امنیتمون رو بردن، جان عزیزانمون رو گرفتن. الان ما برای چی واسطادیم؟ منتظر چی هستیم؟ چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که نیفتاده؟ نیست. همکارا هماهنگ باشن، مراقبت از پاسگاه‌ها، فرودگاه‌ها و مسائل ورود خود منطقه های امنیت به گونه‌ای عملکرد نشه که باعث ایجاد تنش بشه. همکارا این مورد